سلام دوستای عزیز، امیر مسعود هستم. باز هم با یک ویدیو جدید در مورد گرین کارت امریکا میخوایم با شما دوستا معلومات شریک بسازم. دوستایی که تازه به امریکا میاین یعنی از طریق دیوی لاتری میاین و میخواین که بفهمند وقت ما به امریکا رسیدیم چه وقت به ما گرین کارت میته یا به کجا ما باید اپلای کنیم، که به کدام سایت اپلای کنیم یا فرمش خانه پوری کنیم که بر ما گرین کارت بده. یا وقتی که شما میایین به امریکا میایین USA میایین، هیچ کدام مشکل نیست. فقط بر شما در مدت یک ماه در فرم دیزستان که پیش از پیش شما خانه پوری کرده بودین که آدرس امریکا در کجا میخواین برین، در اونمو منطقه در اونمو خانه برتان گرین کارتان میایه و هیچ کدام فیسی نداره که مثلا شما پرداخت کنی یا کسی به شما بگه که نقدر باید پرداخت کنی. و افغانا کاملا فری می باشه. او را در کدام بخش؟ در بخش دیوی لاتری یعنی لاتری امریکا. و این میره خواستم که همراه شما دوستا شریک بسازم که وقتی که به امریکا میایین تقریبا بعد از یک ماه چیتون میاد گرین کارتون میاد در مو جایی که در دیس خانه پوری کرده بودین در اونمو آدرس میاد. امیر خواستم با شما دوستا شریک بسازم. اگر ویدیو خوشتان آمد لایک کنین و چینل ما را سابسکرایب کنین که در آینده بتونم ویدیوهای خوبتر و بهترتر تقدیم شما دوستای عزیز کنم. تا ویدیوهای جدید ما که حتما در خدمت شما دوستا قرار میگیرم. شما را به الله پاک و به نیاز می سپارم.